میخواستیم اشاره کنیم. خب خیلی دقیق بود، چون که من در مورد نوع و ماهیت انرژی نمیدونستم. خب پس این انرژی تاریک فقط همینجوری تعریفش بود که خب اسمش هم چی گفتین؟ ساری، چون که من این موضوع رو نمیدونستم که ماهیت و انرژی تاریک چی هستش. نه او انرژی نیست. انفلاتون که اصلا ذرات سوباتومیکه. ذرات ذرات سوباتومیک صورت. هم اصلا حتی مثلا ذرات چیزن، ذرات بدون ماسه، مثل فرمسال فوتون ها. خب و فقط اونا عملکردشون روی پارچه فضا زمانه. و انفلاتون مثلا در این بعدی ها مسئلهش آمده بالا، قبلا نبود. یعنی در 3-4 سال اخیر یک مقدار در بین فیزیکدان ها مثلا مطرح شده. اونم در کجا؟ مثلا در ما سیچل چیز سوئیس. خب ما فیزیکدان های تئوریک داریم که فقط فیزیکدان های تئوری نه، مثلا تئوری که اونا در دانشگاه ها تدریس میکنه فلان. ولی یک سری فیزیکدان های دیگه داریم که عملا کار میکنه روی موضوع علمی، نه که اونا بیشترشان همو کلانشان دمو سوئیس جمع دیگه دمو پس در اونجا عملا کار میکنه روی این موضوع. باز اینا آمدن اینمی موضوع رو مد نظر گرفتن و محاسبه کردن و دیدن که اتفاقا جواب میده و خیلی هم پاسخش میتونه خیلی دقیق باشه. و این انفلاتون ها رو مثلا مد نظر گرفته. باشه که ما میره یک دفعه سعی کنم دقیق که بخشید بگیم. شما پیش برین، ما میره یک دفعه سعی کنم. خب درسته. خب دوستان، ما امروز آمدیم جلو تا این نقطه رسیدیم. یک نظریه دیگه هست به اسم بیگ کرانچ که میگه که خب من خیلی ساده قبلا شرح داده بودم که بیگ کرانچ همی یک سیاهچاله واحد در آخر باقی میمونه که این سیاهچاله واحد آنقدر گرانش داره. گرانش یعنی همون فضا و زمان خمیده میکنه، در حالی که گرانش کنن معنیش هم جاذبه چیز که هست، معنیش خمیده کردن فضا زمان هستش. یعنی این اونقدر فضا زمان در خودش خم میکنه، فضا رو در سمت خودش میکشه، چون که این سیاهچاله اونقدر بزرگ و قدرتمند هستش که تمام ستاره هایی که تبدیل به سیاهچاله شده همه اونا رو بلعیده و اونقدر بزرگ و قدرتمند شده. این همه فضا رو با خودش کشف میکنه، چیز میکنه و این یک نظریه جداگانه هستش، ربط به بیگ بنگ نداره. ولی میتونه مثلا یک توضیح کوچیک بده که مثلا جهان ما ازلی میتونه باشه که مثلا دوباره جهان و فضا خمیده شود، دوباره خودش ویل بده یا انبساط کنه موقعی که سیاهچاله میمیره. و میتونه با هم دیگه از این نظر میتونه با هم دیگه ربط داشته باشه. و تا موقعی که نعمت میاد دوستان صحبت کنیم، مبارز جان مایک با خودت است، صحبت کنیم. خیلی هم خوش آمدی. ناصر جان شما هم صحبت کنیم. چقدر عالی بود. راستی آنقدر لذت بردم از این صحبت های شما، آنقدر یاد گرفتم و چند صفحه من نوت گرفتیم. آقای نصرت ننگ، من مطمئن هستم که شما دیگه به تماشای ویدیوهای ساینتیست های امریکایی نمیرین. اینجا ببین جوانهای ما امی دانش و خرده که دارن به زبان خود ما چه زیبا تشریح میکنن. درود به مبارز عزیز، خیلی ناوقت رسیدی. امیدوار هستم که صحبت های امی دو خردمند ما را شنیده باشی. خودت مبارز جان مایک داری. درود عرض حرمت نثار تک تک شما عزیزای دل. بله من درایو میکردم، گوش داشتم. دیگه 5 دقیقه یا 10 دقیقه دیگه هم نمیتونم صحبت بکنم چون درایو میکنم. 10 دقیقه بعد صحبت های دارم. کاملا راحت باشین. سپاس فراوان دوستا. تا وقتی که نعمت جان بر میگرده و ایموجی عزیزم یک لحظه موقع میدیم که یک کم نفس تازه کنه. اگر گفتنی دارین، سوال یا نظر دارین، آزادانه میتونین مایک باز کنین عزیزان. خب فکر کنم که دوستا مصروف هستن یا ای که مثل مواره این معلومات عالی و معلومات خوبی که دادیم همه گیره گیج کرده مثل خودم. نعمت جان برگشتن. نعمت جان عزیز و ایموجی عزیز خیلی زحمت کشیدین. سپاس فراوان از هر دویتان. صحبت های شما راستی حالا من متوجه شدم که وقتی سال گذشته صحبت های نعمت و جوانا را شنیدم، من
پیام گذاشتم به پویا، گفتم چنین برنامه ضرورت است. جوانای ما نباید فقط روی حدیث و آیت وقتشان را ضایع کنن. اینها دانستنی های زیادی دارن که میتونن با ما شریک کنن و ما از دانش از اینا استفاده ببریم و مشعل علم و دانش را هم به دست بگیرن. پرحرفی نمی کنم، مانع سخنان پرخرد عزیزان نمیشم. شما بفرمایید. نعمت جان پایین افتاد، فکر کنم برش زنگ آمد. آها اینترنتش مشکل پیدا کرده فکر کنم. آها اسمی از اون چیز که هست اینفلکتونز. خیلی هم نعمت جان خودت برگشتی. ببخشید ما